آقای موسینی، بسیار تشکر از وقتتان و به این برنامه نظرگاه خوش آمدین. به این بحث را از اینجا آغاز بکنیم که هر روز ما شاهد شعارها و وعده‌های از آدرس رهبرای طالبان بابت تامین امنیت شهروندان هستیم، ولی با وجود شعارها و وعده‌ها و مژده‌ها در نقاط مختلف کشور همه روزه اتفاقات ناگوار رخ میده. میخوام از شما بپرسم که فکر میکنین که طالبان در واقع در حد شعار ماندن و در واقعیت در تامین امنیت شهروندان ناتوان هستند و زمینگیر شدن؟ سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیوی شما. به نظر می رسد که ما هم در بعد تأمین امنیت، هم در مدیریت پس از یک حادثه و بحران تا حد زیادی شاهد یک نوع ضعف و یک نوع عدم توانایی در مدیریت بحران و مدیریت حوادث هستیم. غرب کابل شاهد یک حادثه خونینی بود که متاسفانه به دلیل ضعف امنیتی میتوان این مسئله را برشمرد و هم نوع فقدان درست مدیریتی به جای پرداختن به رسیدگی به وضع بسیار آشفته این حوادث. متاسفانه ما نوع نگاه نظامیگری به این قضیه داریم. دوستان و برادران و خواهرانی که برای کمک به اهدای خون مراجعه میکنن، اینها را مانع میشن و رسیدگی در واقع در همچه حوادثی به نظر می رسد که از توان و مدیریت مسئولان بخشی حکومت بدور باشه. در ماه مبارک رمضان بار دیگر مردم ما و یک مردم فقیر و مظلوم و حکومت پذیر ما مورد یک حمله بسیار ناجوانمردانه در روز ماه مبارک رمضان قرار می گیره و از طرف دیگر به نوع ناشیگری و نوع ناتوانی در امر مدیریت بحران را شاهد هستیم. بله آقای موسینی، بین که یک پرسش را که همه مطرح میکنن این است که چرا هر بار باید مناطق غرب کابل و مناطق شیعه نشین و هزاره نشین پایتخت باید آماج حملات فاجعه بار و مرگبار قرار بگیره؟ هم در دوران جمهوریت ما شاهد بودیم و هم در حال حاضر. افراطیت در واقع خون انسانها را مباح میدونه و به خصوص خون یک قشر مردم مظلومی که به دلیل انتساب به یک آیین و مذهبی و بیشتر مورد هدف و در واقع تعدی قرار میگیرند. افراطیت مرزی از انسانیت را میداره. افراطیت در واقع با خون انسانها تغذیه میشن. به نظر می رسد که در سایه بی‌توجهی همه حکومت ها در طول دهه‌های اخیر و همینطور او روحیه خونریز برخی گروه های افراطی ارزانترین و مباحترین خون از یک قشر اجتماعی را در واقع قلمداد میکنن که برای رقابت های سیاسیشان، برای اهداف شوم و برای اهداف غیر انسانیشان در واقع دست به چنین فاجعه‌ای میزنن. مکتب سید الشهدا را ما در حکومت نابکار قبلی شاهد بودیم که یک فاجعه انسانی اتفاق افتاد و این در واقع حادثه مشکوکی بود و اخیراً هم مراکز و اماکن آموزشی و ورزشی بیشتر مورد هدف و هجمه است. این نشان دهنده ای است که این مردم برای اهداف سیاسی یک هدف بسیار راحت و ارزانی است و حکومت ها هم در امر تأمین امنیت ناتوان و در واقع ناشیانه عمل میکنند. بله آقای موسینی، ما میبینیم که هر روز رویدادها و اتفاقات بد در گوشه و کنار افغانستان رخ میده و با وجود که سانسور رسانه‌ای هم وجود داره ولی باز هم یک بخش از این رویدادها انعکاس پیدا میکنه. در بود امنیتی که شما اشاره کردین دیده میشه که تا هنوز هیچ راهکار منظم وجود نداره، نه ساختار منظم شده، نه قوای منظم وجود داره و ادعا و شعارها هم بسیار بلند بالا است. فکر میکنین که با در نظر داشتی وضعیت فعلی طالبان بتونن در واقع تامین امنیت کنن؟ تامین امنیت از عهده یک حکومت مردمی برمیآید که مردم در همکاری و همسویی بسیار نزدیک قرار داشته باشند. سوای این مسئله اگر مردم همکار حکومت نبود، اگر حکومت نماینده مردم نبود، تامین امنیت با هر نوع سازوکار زورمندانه‌ای در واقع قابل تحقق نخواهد بود.
طالب ها نگاهشان نگاه جنگی است. هنوز از او وضعیت اینا عبور نکردن که قانون و هنجارهای قانونی حاکم بر رفتار تأمین کنندگان امنیت اجتماعی باشه. امروز ما شاهد بودیم که در بیمارستان ها و در اماکن در واقع درمانی اینها با قنداق حواله مردم میکردن. این معنیش است که فکر میکنن که اینجا جرم اتفاق افتاده و این مردم مجرم است. آموزش در واقع پلیسی و آموزش سازوکارهای تأمین امنیت اجتماعی در واقع نیاز اساسی برای تأمین امنیت است. مسئله دوم است که حکومت هنوز تکبودی است. حکومت هنوز نگاهش نگاه در واقع جنگی و نظامی به تأمین امنیت است که این نمیتواند تاثیرگذار باشه. مردم اگر همراه به همسوی یک حکومت و یک نظام نبود، بدیهی است که ما در طول اوقات آینده و در طول روزها و ماه‌های آینده شاهد حوادث بیشتری باشیم. بله آقای موسینی، شما اشاره کردین به اینکه حکومت هنوز تک گروهی و تک قومی است. ادامه وضعیت آنچه که گفتین میتونه بحران‌های پیهم را در قبال داشته باشد، ولی این مردم بیچاره در این بین که هر روز قربانی میتن وضعیتشان چگونه خواهد شد؟ مردم از لحاظ روحی و روانی وضعیت مناسبی ندارن و خدای نخواسته اگر تبعات امنیتی و حوادث غیر مترقبه هم برای مردم بار شود، اعتقاد من است که ما در طول چند سال آینده یک مردم افسرده و سردچار امراض گوناگون خواهیم بود. کم اقتصادشان اینها را آسیب دیده باشه و فشار بده اینها را، و هم در واقع او حالت روانی هم اینها را فشار بتن. قربانی اساسی در این حوادث مردم است. یعنی ممکن است حکومت ها هم تلفات داشته باشند. تلفات حکومت ها هم متوجه خانواده هایی است که در بین مردم است، اجتماع هستند. من فکر میکنم که روال به این گونه اگر تداوم پیدا بکنه، زمینه خشونت ها بیشتر میشه و او گروه های افراطی که اماکن مردمی و یک مذهب و قومی خاص را مورد هدف قرار میده، ممکن است اهداف آسانتری را تعیین بکنن. ما نیاز به تجدید نظر نسبت به تأمین امنیت شهری داریم. ما نیاز به تجدید نظر نسبت به ساختارهای امنیتی داریم که با چنین وضعی بعید است بتونیم تأمین امنیت بکنیم. مردم قربانی است و قربانی شدن مداوم مردم ممکن است دیگر حساسیت هایی را خلق بکنه و خدای نکرده زمینه را برای بحران های دیگری فراهم بکنه. بله آقای موسینی، یک بود بحث هم ارتباط داره بر رسالت و مسئولیت سایر رهبرای سیاسی که قبلا در افغانستان بودن. فکر میکنین که حال که شرایط با گذشت هر روز دشوارتر میشه، رسالت او در قبال مردمشان و حامیا و رهروانشان چیست؟ من برداشت می است که اگر آنها برای خودشان رسالت قائل می بودن، از قبل باید به این رسالت می پرداختن، انجام می دادن. بعید است که اینها خودشان را رسالتمند بدانند. بعید است اینها خودشان را مردمی و از جنس مردم بدانند. برای همین است که امروز خب در یک دوری زمانی و جغرافیایی اینها نمیتونن رسالتی انجام بدن. اینها نمیتونن در کنار مردم باشن. این وضعی حاصل کار رهبران گذشته است. من بعید میدونم که اینها هم برای خودشان مسئولیت ایمانی و انسانی قائل باشن و هم رسالت که بتونن از مردم دفاع بکنن. من فکر میکنم که یک نوع خنثی شدن دائمی اینها را شاهد باشیم و هیچ جور تاثیرگذاری میدانی برای رفع مشکلات مردم اینها نخواهد داشت. بله، پس با در نظر داشت حرفای شما راهکار چی میتونه باشه که هم بتونیم یک مقدار وضعیت را تغییر بدیم و هم مردم بتونن به ثبات نسبی زندگی کنن؟ من علاقمندی به این ندارم که مسائل به صورت قومی یا مذهبی مطرح بکنم. نسبت به حوادث اخیری که در غرب کابل اتفاق افتاده، بعید میدونم کسی متاثر شده باشه. یعنی جناحهای تاثیرگذاری که در تأمین امنیت اینها وظیفه و مسئولیت دارن، اگر این نگاه ابتدا اصلاح نشوه، نگاه برای این نباشه که افغانستان برای همه است و یک دید انسانی به همه داشته باشیم، به نظر می رسد که ما تأثیری چندانی در حل بحران‌های آینده و یا تأمین امنیت نخواهیم داشت. سازوکار اساسی و اصلی برای تأمین امنیت و همینطور پیشبرد دیگر موارد حکومتی است که نگاهی ما به جغرافیای انسانی افغانستان اصلاح شود و اصلاح نگاه
در واقع یک حکومت باثبات و مردمی را خلق بکنه. یک جناح با وجود این که کارایی موثری هم داشته باشه اما نمیتونه رضایت خاطر همه را جلب بکنه. نگاه به اصلاح حکومت خواهد بود. اصلاح نگاه به سازوکارهای حکومتی در واقع یک اصلاح بنیادین هم برمغان خواهد داشت. بله آقای محسنی، با وجود که احتمالاً این راهکار بسیار زمانگیر هم خواهد بود، ولی فکر میکنین که راهکارهای فوری نیاز است؟ مثلا در گذشته ها ما گروه های مردمی داشتیم که در مناطق معمولا غرب کابل تامین امنیت میکردن که بعد از رسیدن طالبان دیگه همهشان خلع اصلاح شدن و هیچ نوع فعالیت وجود نداره. فکر میکنین که دوباره نیاز است تا طالبان روی مسئله تجدید نظر کنن و تامین امنیت مناطق را به خود و گروه ها واگذار کنن؟ حکومت طالبان یک مشکل اساسی که دارن بی‌اعتمادن نسبت به همه. این بی‌اعتمادی مطلق است و همین است ممکن است ضعف‌های بیشتری از اینها آشکار بکنه در تامین امنیت و در پیشبرد امور حکومتی. در حال حاضر اگر تهدیدات به همین منوال به پیش بره و این بی‌اعتمادی نسبت به قشر از اجتماعی و نسبت به مناطق خاص از افغانستان تداوم پیدا بکنه، ما شاهد بحران‌های امنیتی بیشتری خواهیم بود. ابتدا نیاز است که ما برای رفع بی‌اعتمادی در واقع گام برداریم و این به اثبات هم رسیده که مردم غرب کابل یک مردم در واقع مدنی، صلح طلب و در واقع پیشرو در امور سازندگی افغانستان هستند. اعتماد تنها کلید واژه‌ای برای همراهی و همسویی است که بتونن اینها به صورتی که مناطقشان را شناخت بیشتر دارن، از مساجدشان، از مکاتبشان و از مراکز آموزشیشان خودشان محافظت بکنن. ولی اگر نگاه به صورت یک جانبه و نگاه به صورت کاملا بیگانه پنداری به پیش بره، ما موفق به تامین امنیت با توجه به بافت بسیار 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 پیچیده در واقع شهری در مناطق غرب کابل و دیگر مناطق کابل با تامین امنیت نخواهیم توانست. بله، سپاسگزار هستم از سید باقر محسنی، استاد دانشگاه که مهمان برنامه ما بودند.